خب دوستان عزیز سلام، امیدوارم تو خوب باشه. خوش آمدید به جلسه سوم از دوره در قلب ترانسفورمر. مقاله این هفتهمون پرسیور هست که کار شرکت مهم دیپ مایند هست و General Perception with Iterative Attention. خیلی این مقاله نکته داری است، یعنی خیلی نکته های زیادی داره. من سعی میکنم نکته های مهمش رو در واقع تا جایی که هست اینجا در واقع بیام و بررسی کنم. نویسندگان رو حداقل یکی شما باید بشناسیم، حداقل این آقاست که به شدت آدم مهمیه توی دنیا یادگیری همین قوریل وینیالز، هد دیپ لرنینگ دیپ مایند هست. اچ ایندکسش 92، سن 39 سالگی. آدم مهمیه دیگه. در اهمیتش بخوام بگم اینه که گودفلو زیر نظر این آدم کار میکنه. من 9 بخش با در واقع صحبت کنم امروز که سعی میکنم بخش بخش برم جلو. میخوام ابسترکت مقاله رو اول شروع کنم، ببینم حرفش چیه، ببینم حرف این ابسترکت به قولن چی هست. خیلی عالی. عرضم خدمتتون که ابسترکت چی میگه. میگه سیستم های بیولوژیکی ما، در واقع سیستم های عصبی ما درک میکنند دنیا رو به صورت همزمان. کل حرفی که این جمله داره میزنه میگه آقا ما یه مغزی داریم، خب این مغز همه چی رو یه جا درک میکنه. شما چه بهش تصویر بدی، چه بهش صدا بدی، حس لامسه بدی، اطلاعات مربوط ماهیچه و فلان، همه رو یه مغزی داریم، همه درک میکنه. تموم شد رفت. درسته؟ یه مغزی داریم دیگه، چند تا مغز نداره. میگه ولی این مدل هایی که ما داریم توی دیپ لرنینگ همشون ساخته شدن برای یک مدالیتی. یعنی یه مدل داریم برای تصویر، یه مدل داریم برای متن، یه مدل داریم برای صدا، یه مدل داریم برای فلان، خب یه مدل داریم ویدیو. خب میدونی مشکل چیه؟ میگه و این کارو خراب میکنه. میگه ما هر کدوم یه قصه، نمیدونم میخوای متن پردازش کنی برد، میخوای ویدیو پردازش کنی نمیدونم فلان مدل، میخوای تصویر پردازش کنی ویژن ترانسفورمر. درسته حالا تازه اوضاع خوب شده، همشون اومدن رو ترانسفورمر ها، همشون اومدن رو ترانسفورمر، ولی همچنان اوضاع جالب نیست. همچنان هر کس به قولن معماری خودش رو دارد، هر کس قصه خودش رو دارد. بعد توضیح میده که اینها معمولاً یه سری فرضا دارن، خب domain specific assumption، مثل local grid structure. خب در واقع اشاره میکنیم به شبکه به CNN. مثلا میگیم که آقا اینها توی CNN ها مثلا پیکسل ها به پیکسل های اطرافش وابسته است، فیچر ها رو با پیکسل های اطراف در میاره و اینا خیلی اتفاقا خوبه، یعنی باعث میشه که ما به قولن بتونیم مدلامون رو ترین بکنیم دیگه. اینا بهش میگه اینداکتیو بایاس دیگه، میگه هلپفول اینداکتیو بایاس. خب اینا میگه خوبه، ولی ایرادش کجاست؟ ایراد اینه که مشکل این که ما رو محدود میکنه به همون مدالیتی. خب ببین شما میگی که من مثلا روزه تصویرم، این پیکسلام از پیکسل اطراف به دست میاد باسیه، میگم اوکی. میگه خب حالا شما رفتی تو حوزه مثلا نمیدونم متن چی؟ الان اصلا دو بعدی نداری. تو حوزه ویدیو چی؟ قصه فرق میکنه. یعنی باعث میشه این اینداکتیو بایاس هایی که اعمال میکنی، خب باعث میشه تو همون حوزه فقط تو بتونی استفاده کنی. خب یعنی فرض میکنی پیکسل اطرافش و همسایگیش دقیقاً شفاف نیست. حالا متن شد چی شد؟ اطلاعات از کنار رو دست بیارم، صدا شد چی شد؟ اصلا ساختار دو بعدی مجدد، ویدیو شد چی شد؟ میدونید؟ یعنی اینداکتیو بایاس هایی که مفید و اعمال میکنی خیلی خوبه، منتها باعث میشه که چی؟ شما اون مدلتون فقط برای اون مدل خاص، برای اون مدالیتی خاص کار کنه. بسیار عالی. میگه توی این مقاله ما معرفی کردیم کیو پرسیور رو. حالا پرسیور کیست؟ یک مدل مبتنی بر ترانسفورمر بچه‌ها
که فرضهای ساختاری کمی داره. یعنی نمیگه مثلا این پیکسل ای پیکسل اطراف و فلان اینا، درسته؟ فرضهای ساختاری کمی داره. خود در واقع وقتی ترانسفورمر رو داریم، خود ترانسفورمر بچه اصلا میگه اصلا خود ترانسفورمر ذاتاً فرضاش کمه، خب و محدودیتی نمیذاره برای ما، درسته؟ منتها مشکل چی داره؟ مشکل پردازشی داره. خب و ما به قولن نمیگه که اینجا ادامه میده که به قولن فرضی نمیکنه راجع به ورودی، نمیدونم این مثلا این ورودیه بچه‌ها مثلا از 3 تای اطرافشه، از 4 تای اطراف، نه آقا هیچ فرضی نمیکنه، واقعا میگه ارتباطشو با همه به دست بیار، درسته؟ میگه علاوه بر اون این مدل ما میتونه صدها هزار ورودی بگیره. عجب عجب. ما مشکل داریم مثل کانولوشن. اوکی، تو کانولوشن بچه جالبه دیگه، تو کانولوشن ما میتونستیم تصویر 224 در 224 در 3 رو بگیریم، درسته؟ که تقریبا مثلا میشه 50,000 پیکسل. مشکلی نداره چون یه کرنل داشتیم روش حرکت میکردیم، هیچ ایرادی نداشت. ولی توی مکانیزم اتنشن این خبرا نیست، تو نمیتونی 50,000 پیکسل بگیری. چرا؟ چون اگه بخوای ورودیت که مثل اینجا گفته من 50,000 پیکسل میگیرم، این 50,000 تا بخوام به 50,000 تا اتنشن کنن که وا ویلا ایتازی یه لایت، پس از این خبرا نیست. ولی میگه ما ورودیمون 50,000 تاست، مشکل نداره. عجب عجب. پس یه جوری مشکل مربوط به چیزو داره به قولن میخواد حل کن، مشکل محاسباتی رو. میگه ورودیم 50,000 تاست، مشکل نداره. خب مشکل نداره. خیلی عالی. حالا اینجا بچه ها توضیح میده در مورد مدلی که میخواد استفاده بکنه، مکانیزمی که میخواد استفاده بکنه و در واقع میگه که من میام ورودی رو، این ورودی تصویرم که 50,000 تاست رو میریزم توی نسخه فشرده شده، یعنی یه جوری فشردهش میکنم. خب حالا ما خیلی نمیدونیم چیه، باید بریم جلوتر ببینیم. خب و این باعث میشه که من بتونم اسکیل کنم توی این سطح. حالا میگه که ما نشون دادیم این معماری میتونه کاملا رقابت کنه یا از رده خارج کنه چیا رو؟ تسکای طبقه بندی. پس دا حرفش رو طبقه بندیه بچه. خب اصلا هم مهم نیست که مودالیتی چیه، تصویر، پوینت کلود، صداست، ویدیو یا ترکیب این دوتاست. خب یعنی چی؟ یعنی من یه مدل دارم که تو میتونی باهاش تصویر ترین کنی، متن، صدا ترین کنی، نمیدونم پوینت کلود ترین کنی، ویدیو یعنی همون یه مدل دارم، همه کار میتونی باهاش. چه خوب، نه؟ چه مکافاتی نداریم. خیلی خوب میشه اگه اینجوری باشه واقعا. خب ادامه بدیم. میگه پرسیور بچه حالا روی تصویر میگه کاملا نتایجی که به دست آورده کاملا قابل مقایسه با رزنت 50 و وی آی تی بدون استفاده از کانولوشن دو بعدی و به وسیله توجه به 50,000 پیکسل. این 50,000 عددش از کجا میاد بچه ها؟ 224 در 224 ضرب بکنید میشه تقریبا فکر کنم 50,176 یه جور چیزی میشه. خب یه جور عدد این میگه 50,000. خب و توی همه مودالیتی ها توی دیت در واقع آدیو ست هم میتواند در واقع این بزرگوار رقابت کند. میگه همه مودالیتی ها چون این دیت ست هم ویدیو داره هم صدا داره. خب به خاطر همین اینه. خیلی حرف جالبی میزنه. نه میگه ما یه مدل داریم که هم باش میتونی تو تصویر ترین کنی، هم صدا ترین کنی، هم پوینت کلود ترین کنی، هم هر چی میخوای ترین بکن. ولی خروجیت چی باشه؟ خروجیت کلاسیفیکیشن، یعنی میخواستی طبقه بندی صوت، طبقه بندی تصویر، طبقه بندی ویدیو، طبقه بندی پوینت کلود، هر چیزی. اوکی من بیام ببینم از شما چه خبر. اوکی این بچه ها همه چی هم نمانه. عالی. پرسیور هم بچه ها یک به قولن
من برگردم یک به قولن اینطور باشه خیلی عالیم، یک شروع یک خط فکری بود. یعنی در واقع یک مقاله نیست. پرسیور کلی این تقریبا همزمان با سوین ترانسفورمر اومده. نسخه بعدیش پرسیور آی او بود که میگفت تسک خروجی چرا فقط کلاسیفیکیشن، کلی تسک میتونیم با کلی تسک، ما فقط کلاسیفیکیشن مثلا رگرشن داریم، کلی تسک دیگه هم داریم. بعد دوباره یه نسخه سلسله مراتبی ازش اومد، یعنی 3-4 تا مقاله بعدش اومد و یک شروعی بود برای این ماجرا. و پس مقاله مهمی است، نه خیلی مقاله مهمیه. خیلی عالی، بسیار عالی. من برم ادامه بدم بچه‌ها. یه علامت زنده بودن به من بدید. بسیار عالی، بسیار عالی. بریم ادامه بدیم. خب من میخوام اینجا مقاله رو که میخونیم یه جمله عجیب میگه. یعنی میای اینجا بچه‌ها یهو کل دانشی که از ویژن ترانسفورمر به دست آوردی فرو میریزه. کل میگه حامد قاسمی فلان اینا این همه گفت ویژن ترانسفورمر فلان، بعد میای این خط رو میبینی فرو میریزی بچه‌ها، به پایان میرسی. میگی من این خط چی، یعنی چی خط، چی میگه؟ خط جالبه. میگه که کارهای اخیر توضیح میده. میگه کارهای اخیر نشان داده شده که میشه نتایج خیلی خفن به دست آورد رو حوزه تصویر. خب اما این کارها مبتنی بر یک ساختار گریدی پیکسلی هستند تا محاسبات رو کاهش بدن. خب به وسیله پردازش کردن پیکسل ها با کانولوشن 2 بعدی و اشاره میکند به کی؟ به مقاله ویژن ترانسفورمر. الله اکبر. همه چی میره رو هوا. چرا همه چی میره رو هوا؟ میگیم آقا برادر من، ما کجا مگه نه این همه ما نگفت روز خوندیم که آقا بدون کانولوشن فری، ما میخوایم بدون کانولوشن بیایم شبکه ها رو ترین بکنیم. چیکار الان وایسادی راست تو چش من نگاه هم میکنی میگی لایه اول پردازش میکنیم به وسیله کانولوشن 2 بعدی. خب گوگل برین میره هوا، من میرم هوا. نه آقا هیچ کس نمیره هوا، چون باید بیایم توضیح بدیم چی میگه حرفش. من مایلم که به خاطری که شما من میدونم بچه همه چی رو یادتون مسلطید، برم مقاله اصلی رو بازش کنم. این چرا ای کار کردم؟ خب چون میدونم بچه تسلط بالایی شما دارید. من مقاله اصلی رو به قولم بازش میکنم. میگه تو لایه اول، عجب، میگه اول یه کانولوشن 2 بعدی داریم. میای اینجا اولین کاری که داریم میبینی اینه که پچ میکنه، لینیر پروجکشن میزنه از چی؟ از پچ های فلت شده. یعنی پچ ها رو میاد فلت میکنه، بعد لینیر پروجکشن میزنه. اینو تو میگی کانولوشن 2 بعدی؟ جدیدن کانولوشن شدن اینا، یا دیپ مایندی نمیفهمن، ولی هیچ کدوم غلط نیست، اونا هم میفهمن. حالا میدونید چرا به این بخش میگه کانولوشن 2 بعدی؟ بچه‌ها بیایم نگاه کنیم. تو ویژن ترانسفورمر شما میگفتید من بیام اینو تبدیل کنم به یک سری پچ ها رو در واقع فلت کنم و لینیر پروجکشن رو انجام بدم. بیایم ببینیم قصه چه قراره. مثلا من یک تصویر داشتم بچه‌ها، مثلا میام از قضا پچ های 3 بعدی انجام میدم. درسته؟ خیلی عالی. اسم این میذارم پچ 1، P1، P2، P3، P4، P5، P6، P7، P8، P9. میگیم خیلی عالی. عرضم به خدمتتون که میگه خب میتوانیم
اینا هر کدوم قرار بود بشن یه بردار دیگه، P1 و P2 و P3 P4. میگیم عالی. میخواد از کانو 2D استفاده بکنه. ببینم چیکار میکنه. خب میگه شما یه کرنل در نظر بگیر دقیقاً به اندازه پچ، یعنی مثلا این 16x16، اینم شما بگی 16x16. خب این کرنله بشینه رو این پچ، یعنی من W1 کانوالو کنم با P1، قبول دارید که یک عدد میشه، من اسمشو میذارم x1، یک عدد میشه واقعا، یعنی کل این میاد میشه رو این، میشه چی بچه؟ در واقع یک عدد میشه. قبول داری؟ یک عدد میشه. خیلی واضح و منطقی و شفاف. میگیم خیلی عالی، باش، مشکل نیست. عرضم به خدمتتون که خب میگه حالا شما استراید هم تعریف کنید به اندازه این پچا، به اندازه 16x16، یعنی استراید هم تعریف کن 16. الان این کرنل W1 میره اینجا، درسته؟ پس W1 P2 در W1 کانوال دوباره بکنیم، این هم یک عدد میشه. من اسمشو میذارم مثلا، من اسم اینو میذارم x1، اسم اینو میذارم x1 2، یعنی مربوط به پچ 2. خب یعنی ویژگی اول پچ 1، ویژگی دوم پچ 1. خب میگیم اوکی و این رو برای بقیه هم تکرار میکنم. خب حالا من بچه‌ها یک فیلتر داشتم اینجا، اعمال کردم رو P1، یک عدد به دست آوردم. من اگر 64 تا فیلتر داشتم، W1 W2 تا W64، اینها رو اعمال می کردم رو P1 به ازای هر کدام، مگه من یک بردار به دست نمی آوردم، یک عدد؟ پس من میتونم بگم آقا این 64 تا فیلتر اعمال میکنیم، میشه بردار 64 تایی. مثلا من میخوایم بردار 64 تایی به دست بیارم. مثلا شما بچه‌ها اینجا تهش لینیر پروجکشن انجام دادید، شده 64 تا. اوکی، بیا 64 تا فیلتر با ابعاد 16x16 اعمال بکن. خروجی این چی میشه؟ خروجی این میشه 1 64. درسته؟ یک، یعنی برای پچ P1 64 که هر فیلتر شما یک عدد در خروجی میداد. میگیم درست. فیلتر بعدی چی؟ P2 چی؟ برای P2 چه کار بکن؟ P2 هم همین W1 W2 تا W64. شما دوباره 1 64 داری. خب استراید تو میگیری چقدر بچه ها؟ 16. خب یعنی اصلا هیچ تداخلی با اینا نداره. خب برای بعدی چطور؟ برای بعدی هم همینجور 1 64. برای بقیه هم همینجور، یعنی برای 9 تا. خب حالا ابعادمون چی شده؟ ابعادمون شده 1 64. ما 9 تا از اینا داریم. خب این چه فرقی داره با اینکه من بنویسم 9 در 64؟ ریشیپش میکنم به 9 در 64. مگه این همون نیست که هر پچی الان چی شده بچه ها؟ هر پچی شده یک بردار. این مربوط به P1 منه، این مربوط به P2 منه تا آخر، تا این مربوط به P9 منه. مگه من نمیخواستم اینا رو هر کدوم تبدیل کنم به یک بردار؟ نکنید الان 9 تا بردار داری دیگه، 9 تا پچ داری که هر کدوم 64. درسته؟ و بدین شکل، یعنی اون لایه لینیر پروژه پچ اکسترکشن و لینیر پروجکشن فلان اینا ندارم. با لایه کانو 2D تو خیلی منطقی میتونستی این کار رو همیشه انجام بدی. به خاطر همین توی این مقاله میگه آقا جان این شبکه یه لایه کانولوشنی داره استفاده میکنه. خیلی نگو کانو فری، نگو من کانولوشن استفاده نمیکنم. خب اوکی، ببینم چقدر حرفامو فهمیدید. چند درصد؟ بقیه نه، وی آی تی کاملا مبتنی بر بقیهش چیزه، ترانسفورمره. بقیه ماشاءالله همه است. دوستانی که گوشه نونو ماست میخورن. آره. نه این الان گفت اون بخش اولشو میشه به صورت کانولوشن دید.
خب بخش اولش میشه کاملا به صورت کانولوشن دید، اون بقیهش ترانسفورمر. آره من این بخشو دارم میگم، بقیهش که دیگه واقعا ترانسفورمر.